خوش اومدیم به بررسی قسمت 4 از فصل 2 لاست آف اس. حواستون به اسپویل باشه و بریم سراغ بررسی اپیزود. تو قسمت 4 داستان سرعت بیشتری پیدا میکنه و بیشتر روی بخشای کوچیکتر و کم هیجان‌تر تمرکز داره. رابطه دینا و الی به طور چشمگیری گسترش پیدا میکنه. بخش ابتدایی به گذشته آیزاک یعنی رهبر ولفا میپردازه. تو این قسمت آیزاک رو تو سال 2018 و به عنوان فرمانده یک گروه از نیروهای فدرا میبینیم. اون کهنه سرباز بازنشسته‌ایه که به ولفا پیوسته تا فدرا رو سرنگون کنه. این بخش با نمایش حمله نظامی ولفا به فدرا و شکست اونا ادامه پیدا میکنه. تو این قسمت همینطور به فرقه سودزنه اشاره میشه که ظاهراً در کنار ولفا تو سیاتل حضور داشتن. بعد از ورود به قلمرو ولفا با هانراهان یعنی یه شخصیت جدید آشنا میشیم. در نهایت دیکسون با یه نارنجک یه ون پر از فاشیستای فدرا رو منفجر میکنه و تنها سرباز زنده مونده کسی که هنوز به سیستم فاسد وابسته نشده. سرباز تازه کار که تو شوکه آیزاک رو قهرمان میبینه، اما تضاد بین شوخی مأمور فدرا و اقدامات آیزاک نشون میده که رفتار آیزاک توجیه پذیره. ولفا اولش یه جنبش شرافتمندانه بودن، اما با رسیدن آیزاک به قدرت به یک گروه فاسد و بیرحم تبدیل میشن. مشابه این اتفاق شاید یه جورایی برای جول هم افتاده باشه، اما نه به این شدت و حدت. اعمال اون ممکنه برای بیننده ها موجه باشه، اما برای ابی و دوستاش غیر قابل قبوله. آیزاک به خاطر اینکه سرباز هنوز به فاشیسم فدرا آلوده نشده بهش حق انتخاب میده و اونو نجات میده، ولی در نهایت همون سرباز هم تبدیل میشه به یه دنبال روی آیزاک که کورکورانه اونو دنبال میکنه. بعد از تیتراژ الی و دینا توی داروخونه به اسم وسترن فارمسی جستجو میکنن که توی بازی دیده بودی. دینا تو داروخونه یک کرم عفونت قارچی و تست بارداری پیدا میکنه. بعد از این صحنه به کپیتال هیل میرسه، یعنی جایی که رابطه عاطفی الی و دینا شروع میشه. کپیتال هیل از دهه 1950 مرکز جامعه دگرباشان جنسی تو سیاتل بوده و نماد جنبش آزادیخواهی LGBTQ. دینا به بمبگذاری نئونازی‌ها تو 1993 اشاره میکنه و میگه فکر میکردم اینجا بمب خورده. جالبه که دینا و الی از این بمبگذاری خبر داشتن ولی از معنی پرچم‌های رنگین کمونی خبر نداشتن. تو انتهای مسیر پرچم‌های رنگین کمونی اونا به یه تانک متروکه میرسن که الی به اون نزدیک میشه. تو سریال الی با انداختن در تانک نشون میده که منطقه امنه و بعد درباره فضانورد شدن و مأموریت آپولو 1 صحبت میکنه. این بخش احتمالاً تو یکی از فلشبک ها که به بازدید از موزه پرداخته گنجونده میشه. وقتی نشونه های ولفا رو میبینن دینا هشدار میده که ممکنه تله باشه و اونا به یه فروشگاه موسیقی پناه میبرن که یکی از صمیمی ترین لحظه های بازی رو برای ما بازسازی میکنه. در ادامه صحنه احساسی اجرای آهنگ تیکان می توسط الی بازسازی میشه. این آهنگ پل ارتباطی بین گذشته و آینده عاشقانه الیه. این همون آهنگیه که تو فصل قبلی وقتی با رایلی تو اون پاساژ داشتن میگشتن بهش گوش میکردن. بعد از اجرا دینا با تحسین بهش میگه که خیلی خوب شدی، که این لحظه‌ایه که نمادین داره به ما نشون میده که رابطه بین این دوتا داره محکمتر میشه و عمیق‌تر میشه. برای بچه‌های مثل الی و دینا موسیقی خیلی ارزشمنده، چون نسلشون با آهنگای نسل‌های گذشته بزرگ شده. توانایی الی تو نواختن گیتار نماد ارتباطش با جول و لحظات آرامشیه که با اون داشته و در ادامه داستانم نقش مهمی داره. بعد از این لحظه های صمیمی بین الی و دینا که به ما نشون میدن میره سراغ یه شکنجه خیلی وحشتناک. آیزاک که اولش منطقی به نظر میرسه حالا افراطی و بیرحم شده و یه شباهتایی هم به جول توی اون بیمارستان پیدا کرده. قابندیای سریال خشونت شستشوی مغزی آیزاک رو برجسته میکنه. گفتگوی آیزاک رو یکی از سرافیتا پیچیدگی و فرسایش جنگ رو نشون میده.
وقتی سرافیت حاضر به تحمل شکنجه برای نجات همگروهیاش میشه، آیزاک اونو میکشه. این نشون میده که شکنجهش بیشتر تاکتیکی بوده و خود آیزاک آدم سادیسمی نیست. و این که نشون میده وقتی خود زندانی حاضر شکنجه بشه، دیگه تو هر کاری باهاش بکنی اون به حرف نمیاد. برای همینم آیزاک تصمیم میگیره بکشتش. در ادامه الی و دینا وارد ایستگاه خبری 13 میشن. اونا جسد یکی از ولفا رو میبینن که با تیرای سرافیتی کشته شده که توانایی جنگ این گروه ها نشون میده. تو لابی اجساد اعضای ولفا از سقف آویزون شدن که نشونه ای از رحم خشن سرافیتاست. دینا با دیدن اجساد حالش بد میشه و دوباره علائم بارداریش آشکار میشه. بعد از پیدا کردن واکی تاکی، حمله ولفا به ایستگاه آغاز میشه. برخلاف بازی که تو اون الی به راحتی سربازا رو میکشت، تو سریال کشتن افراد بار احساسی و تنش بیشتری داره. بعد از لو رفتن، الی و دینا مجبور به فرار از طریق تونل‌های مترو میشن. تو سریال، تو اون صحنه‌ای که کلیکرها به مترو هجوم میارن، تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزیه که تو بازی نشون داده شده و صحنه‌های مبارزه الی و دینا با کلیکرها خیلی پرتنش‌تر و سریع‌تر از بازی انجام میگیره. صحنه‌هایی مثل بستن در قطار و هجوم آلوده‌ها مستقیم به بازی اشاره دارن. مفهوم ارتباط تلپاتیک آلوده‌ها هم با واکنش زنجیره‌ایشون تقویت میشه. تفاوت مهم دیگه حذف اسپورا تو سریاله. به جای اینکه اینا بخوان اسپورای قارچو تنفس کنن، یکی از کلیکرها الیو گاز میگیره و الی مجبور به اعتراف پیش دینا میشه و بهش میگه که در برابر این قارچ مسونه. الی و دینا بعد از درگیری‌ها به یه سالن تئاتر پناه میبرن. اونا شب اونجا منتظر میمونن تا دینا خیالش راحت بشه و ببینه که الی به عفونت مبتلا نمیشه. تو این مدت الی فداکاریش برای دینا رو ابراز میکنه، اما تاکید داره که این تصمیم از سر احساس مسئولیت نیست. بعد از اینکه الی از خواب بیدار میشه و به دینا ثابت میشه که الی مسئونه و قرار نیست تبدیل بشه، دینا هم راز خودش رو به الی میگه و میگه که بار داره. در ادامه دینا متوجه گاز کلیکر روی دست الی میشه و الی توضیح میده که با سوختگی‌های عمدی جای اونو پنهون کرده. وقتی الی و دینا از سالن بیرون میان، با استفاده از بیسیمی که از یکی از جسدهای ولفا پیدا کرده بودن، به مکالمه رادیویی بین نیروهای ولفا گوش میدن. تو این مکالمه برای اولین بار اسم نورا رو میشنون که تو ادامه داستان نقش مهمی هم داره. شنیدن این اسم الیو هوشیارتر و متمرکزتر میکنه، چون برای اون این مأموریت حالا شخصی تر هم شده. همزمان اونا از دور شاهد درگیری بین دوتا گروه ولفا و سرافیتا هستن. این تقابل خونین که با شدت و بیرحمی زیادی هم همراهه، نشون دهنده شدت جنگ بین این دوتا جناح و فضای خشن دنیای سریاله. برخلاف بازی که بیشتر تمرکز روی مسیر الی بود، سریال تلاش میکنه ابعاد گسترده تری از این دنیای مصیبت زده رو به تصویر بکشه. این سکانس نه تنها خطرات پیش روی الی و دینا رو دوچندان نشون میده، بلکه به مخاطب نشون میده که اونا الان فقط با آلوده ها طرف نیستن، بلکه بین یه جنگ بزرگ انسانی هم گیر کردن. تو کامنت ها برام بنویسین که به نظرتون داستان از اینجا به بعد چطور پیش میره. اگه ویدیو رو دوست داشتین، لایک یادتون نره و حتما کانال رو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.